این آخرین لحظه های زندگی عبدالرسول نظروف در بیمارستان قریه بالاست که نزدیکانش نواربرداری کردند. صدبرگ باباخانه و همسر او میگوید روزی 28 مارس ساعت 3 شب از کلاب آمد و شوهرش را در این حالت پیدا کرد. رفتم دویدم درآمدم پنجم کورپوس دوم etaج که درم کیسلارود موندگی همه جوش زدگی معیب یگان جوش کار نمیکنه. پیش ورج درآمدم گفت که آوردنش هم 3-4-5-6 ملیسه آوردنش دستش جای نروشنیک گفتم که گفت که هم کار مونه هم خیلی بهش بگوش همی قاکیدل شد چی کردیم یک بار نفس گرفت تمام افتاد. صدبرگ میگوید قبل از این ماموران پلیس به منزل او در شهر کلاب وارد شده به گفتگو و نشان دادن اجازتنامه به کافتکاب خانه شروع کردند. صبح 11 و 12 شب کار کسته بود 6-7 ملیسه درم زدن درم کشودگی بود زمکش محکم کردگی نبود درم ایله کندر من گفتم چی گپه هم زدن تیله کندر من خونم کفتنم خیلی شوریدن میگن کین چین شما یکون توش نمیگن که ما کیم چیم ای که جویم برای چی اومیم. عبدالرسول نظروف که در یکی از مرکزهای تعمیری ماشین در محله 46 شهر دوشنبه کار میکرد روز 28 مارس از طرف ماموران پلیس سینا 2 بازداشت شده است. زحمت که مردک بوده که مسافر هم از یک شیدگه برای هم نخواهی باید درنجه شود تری شود دیگه مکیده امید کنیم کیده تکیه کنیم مقصد این ملیسه گفته چی کمد. نزدیکان عبدالرسول نظروف ادعا دارند که کارمندان ملیسه فرزند آنها را شکنجه کردند. یگان جای سوز ندارد ایلش کفیدگی سرپر هم ایجاش یگان هم ایجاش پیشوی خچک هم ایجاش زدگی مایی باید دست پا و گوشش سرش فکش بنیش پیشونیش هم ایجاش آزی خونش من نشیده استه. یک منبع در مقامات تفتیشاتی بر رادیوی آزادی گفت تشخیص ابتدایی معلوم کرد که قلب عبدالرسول نظروف بر اثر استفاده از معیار زیادی مواد مخدر از کار ماند. در تماس تلفنی در شعبه کارهای داخلی سینا 2 نیز بر رادیوی آزادی خبر شکنجه شدن عبدالرسول نظروف را رد کردند. آنها گفتند حرفهای نزدیکان عبدالرسول نظروف اساس ندارد. جسد عبدالرسول نظروف روز 29 مارس از دوشنبه به کلاب انتقال یافت و قرار است در زادگاهش چرمگران شهر کلاب دفن شود. عبدالرسول نظروف صاحب 2 فرزند است و طی 12 سال آخر همراه خانواده‌اش در یکی از خوابگاه‌های پایتخت به سر می‌برد.